سلام بچه های عزیز، حالتون چطوره؟ سلاتی من زیاد نمیتونم حرف بزنن. دنبال و لایک و بازنش و نظرتون و یادتون نره بچه ها. داریم میریم کاستوم با حالا 3 تا از بچه های گنگ و خفنه آپاراترم، ولی خب با چند تا از رفیقا میخوایم بریم کاستوم پلی بدیم بچه ها. حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. الان کاستوم پلی شد، میزنیم بریم. آره خلاصه عشق منین. یکیشون رفت، انگار متین رفت. اوکی چی نوشتن؟ نمیدونم بچه ها. خلاصه میگم یادتون نره که از ما حمایت کنین. عضو کانال روبیکامون شین، ممنونم بچه. اونجا تایم استریم و تمام اخبار و اینجور چیزا همه چی اونجا هست. عشق منین. من تا اون موقعی که بچه ها بیان قطع میکنم. خب بچه ها الان بازی پلی شد. من با یک رفیقامم، اونا هم اون دوتا هم بچه ها. آره خلاصه بچه ها لینک کانال آپاراتمونم زیر اینجا میذارم، یا اگر از یوتیوب میبینین برای آپارات رو براتون میذارم. عشق من خلاصه اونجا هم ساب یادتون نره. آقا بزنم. ای لامصب نتونستم اینو بزنم. ای خدا بچه من فرار کنم آقا. فرار کنم. ای اینو زدم. آقا زدن که ما رو. حاجی پشمام. وایسا من یه اسلحه بردارم بیام سراغت آقا. بنازم داشمیر وارد عمل میشه. آقا بنازم. چی از کجا زد؟ کجا موند؟ کجا رفت؟ پشمام. یارم که هنوز زمین مونده. آقا اینو بزنی. آقا چطوری میزنه این؟ چطوری؟ حاجی این کاستوم شد آخه. اوکی آقا ویکتوری بود. حاجی پشمام تموم شد. حاجی پشمام. هیچ کدوممون کیل نداشتیم خب، ولی نه انگار اونا بردن. خبری ندارم، اطلاعی ندارم بچه. اوکی این تنها بود. با اینکه تنها بود ما اونو زدیم. درسته ما اونو زدیم و آره خلاصه بچه عشق منی. خب یه دستم شاید حالا بتل رفتیم. باید ببینیم. اوکی حل آقا حل. بزنیم بریم. کاستوم قبل از اینکه بزنم داخل بازی و کاستوم بیا بیرون. آقا انگار بچه دارن حرف میزنن، من صداشون قطع میکنم والا به خاطر یه جور چیزا. اوکی آقا اوکی. آقا همین کاستوم، این کاستومی که زدم میزنیم. آقا متین که رفت. اوکی آقا متین که رفت بچه. متین رفته ولی بازم بذار با بچه بریم دیگه. این پسره نمیشناسم چی که بچه هاست. اینو لول یا علی نمیشه اصلا در موردش حرف زد. لولش رو ببینم. محمد اسمش. اوکی لول 65 بده 6. آقا لول 65 پشمام. اوکی آقا اوکی. برا نمیندازیم بچه. آقا رفتن که بچه. چرا وایسی من یه دوباره برم.
متین نیست. اوکی بابا تا چرا اینطوری میکنی تا؟ آقا اوکی آقا بذار خودمون یه بتل بریم. اینم بچه ها اگر برن با هم میریم دوباره. اومدن. اوکی آقا بریم. متین در اومد که اسکرول تایم من نمیدونم. آقا بزنید دیگه. ای بابا آقا ول کن من خودم برم یه بتل بزنم. تنها آقا عشق منی بچه ها، حتما ساب یادتون نره لایک بنداز پای این ویدیو. آقا لیتس گو. آقا اوکی این از این چی میگه لول نفهمیدم. پاک یادت نره دوغشم بردار. آقا پاک یادت نره. آقا نرفت مگه این حاجی؟ من میام یه پلی بدم یه باگ میخوره بازی، یا مثلا بچه ها در میاد میایم ساده بریم. خب همه هستن اینترنت، یعنی اینترنت چیزش پینگش 10 اصلا خیلی مزخرفه. آقا بزن بریم. آقا اوکی اینم از این. بچه یه دونه داستان بود که میگفت مثلا وقتی یه موقع یه نفر داره بازی تو رو تماشا میکنه اینطوری میپره میزنه میاد این ور میزنه خیلی بال بود. من دیده بودم خیلی گنگ و اصلا خنده‌دار بود. حقم میگم مثلا یه نفر میاد تماشات کنه این ور اون ور میپری و هی این ور واقعا چرت میشه. آدم دست خودش هم نیست، شاید مثلا چطوری بگم آدمو فاز میگیره. از اینا در بیام خودم بذار بپرم. اوکی بریم الان این منطقه این چی اسمش اینجا کلیدای از اون درا هست، کلید در هست. بودو بینم گرگون فالو می. آقا بنازم بچه ها بریم ببینیم کلید چیزی اینجا میشه پیدا کرد. کلید رو فکر کنم برداشتم. چی الان میزنم من میمیرم دیگه. وای آقا یا علی هرچی اسلحه بوده رو برداشتم. برم ببینم اون اسلحه هست. برم اوکی تونستیم یه دونه اسلحه برداریم بریم بیرون. اوکی کلید رو سریع برداشته بودم دیگه، من خبری نداشتم. اینو یه دونه ببریم اینطوری. عشق کردی داشتون پلیده دیگه. سلام حالت چطوری؟ بذار برای خودش اینجا بمیره. چی داره؟ نه توفنگ نه چیزی. الان پیاده شده پشمام از هواپیما الان افتاده. هیچی هم بد نداشته بود بدبخت. اصلا چه بازی میشه مثل من بیاد یه ویدیو بگیره. خب بچه ها بیاد یه ویدیو بگیره و همین که میاد رو زمین بمیره. خیلی ویدیوش مسخره میشه. کاش نمیگشتم. هی مرد مهربان امیر اینو چطوری میزنه؟ ببین اوکی ای خدا. آقا بودو آجی نوبه که داشتم تیر هدر نده. ببینم بابا کلاش داره. عشق کلاشو داره. اینو میتونم بگیرم. آره فریه این. اوکی مایتابه داد. بابا
یه دونه اینو 200 تا بگیرم. حل آقا بزن بریم. اینم یه ماشین پیدا کنم. آقا میخوام ماشین پیدا کنم یعنی عشق کنیم با ماشین. بله آقا یه دونه ماشین پیدا کردیم. اوکی بودو این ماشینه رو برداریم. بچه کاستوم اول یکم مشکل داشت ولی خوب اومدیم بتل پلی بدیم. آره خلاص ببینم ویدیو چند دقیقه شده. نمیخوام بیشتر از 10 دقیقه بشه واقعا. ای خدا 10 دقیقه رو گذشته که. حالا اشکال نداره آپلود کردنش بچه واقعا سخته، هم تو یوتیوب هم تو آپارات. بچه ما برای این ویدیوها تنها منم نه، حتی اگر علاقه‌مند به یه آپارات دیگری هم هستین، واقعا ما یوتیوبرها ما آپاراتورها خیلی زحمت میکشیم برای ویدیو. مثال میگم اوکی مثلا میگم یه دونه ویدیو نمیاره آدم توش خیلی فشار میخوره. ببین فشار نمیشه گفت، خیلی فشار میخوره. اوکی نمیاره، یه دفعه قطع میشه بعد نمیره. اصلا مشکلاتش خیلی زیاده. نه تنها من، گفتم اول که همه آپاراتورها. واقعا امیدوارم کسانی که تازه شروع کردن انشالله پیشرفت کنن. اگر شما هم جزو اونایین بچه گیمری چیزی هستین، ویدیوهای قبلمون بهترین روم تورهای جهان بود. خب اونجا حتما برین شرکت کنین چون که میخوایم روم تورهای شما رو به نمایش بذاریم. آره خلاصه اوکی آقا اینم از بس یه نفر بکشم، یه نفر رو بکشم من میرم، یه نفر رو بکشم من نمیرم. آقا یه نفر رو بکشم تمام، بازی رو اصلا خودم قطع میکنم. این بری خب دیگه کسی رو نکشی اون بیاد تو رو بکشه، خیلی مسخره میشه. البته کسی نمیتونه سلطان رو بکشه. آره پسر بده 6. بچه من اگر توی استریما دیده باشین خیلی حرفای بده 6 میگم. عضو روبیکا باشین بیاین بده 6 ها رو گوش بدیم. آقا بنازم اینجا کسایی که موندن واقعا پلیرهای خفنی هستن چون که اینجا آدمای زیادی هست. اون کسی که همشون رو زده آره خلاص خیلی گنگی. آره خلاصه 2 تا از این دارم، یکیش خوردم یکیش میمونه. اوکی یه سکر برداریم. اوکی امتحان کردنش این از این. اوکی آقا کسی نیست من بکشم واقعا کسی نیست. یه نفر اون بود هست. ببین من دیدمش پشت این چهاره وایساده میخواد اونو بزنه فکر کنم. بزن ای رد شد تا من بیام. کشتش. نه آره کشت. نه هنوز نکشت. اوکی آقا یه نفرم کشتیم دیگه بسه به نظرم. آره آقا عشق منی بچه. مرسی که تا این لحظه ویدیو با من همراه بودین بچه. من خیلی دوستتون دارم. پس شما اگر میخواین از من حمایت کنین حتما این ویدیوها رو لایک کنین. بذار اینم بکشم بعدا بریم. نظرتونه؟ خب اینم کشتم. ببینم کسی دیگه نیست. نه آقا دیگه نیست. آقا پس سابسکرایب، دنبال کردن آپارات، یا اگر از آپارات میبینین یوتیوب زیر استریم هست عشق منین. بوس به تک تکتون. تا ویدیوهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپرم.